یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره. یک زن. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی میفرمایند روز قیامت بر سر در بهشت 8 تا در داره، بر سردر هر دری نوشته من بر 3 نفر حرامم. خدا اون روز نیاره که من و تو بریم در بهشت، تک تک در بهشت رو بزنیم، همه جلو ما میرن، بلا فاصله تو سینمون بزنن من بر تو حرامم، تو هم بر من حرامی، جای تو جهنمه، داخل من بر تو حرامه. اون 3 نفر کیان؟ یک دائم الخمر، کسی که 24 ساعت داره خمر می نوشه، این بهشت برش حرامه. 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، کمر آدم میلرزه. حالا شاید شما دائم الخمر بیستید الحمدلله یا خیلی ها نیستن، خدا شکر، یک بارم لب به شراب نزدید، دهنتون مبارکه، همش اسم خدا و یاد خدا و ذکر خدا، آلوده نشده. ولی دومی خیلی خطرناکه و همه ما لغزیدیم. کسی که به پدر و مادرش بی احترامی کرده. یکی از دوستان معلم من بوده، 20 سال پیش معلم من بوده عزیزان من، دوره راهنمایی. این تعریف میگفت آقای صالحی بهش میگن، میگه شب صدای در آمد، در خونه ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یه پیرمرد سرسفیری دم در ایستاده، همجور داره گریه میکنه، تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده اگر ساعت 11-12 شب آمدم خونه، تو خونه دیدمت، وای بر حوالت کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته اگر تو خونه دیدمت کتک مفصلی از دست من میخوری. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه، پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70-80 سالشه، رفتم پلوش گریه کرد. گفتم چه کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیر زن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم پیرزنه، خرف به خاطر تو بیام مادرم تو خونه نگه بدارم، مادرم بره بیرون، تو باشی. آه مادر. در مدینه شخصی مادرشو کول کرده بود، رو کتفش آورده بود مسجد النبی نماز بخونه. بعد از نماز مادرش رو کتفش گذاشت رفت پیش پیغمبر، همجور بیدار بود که مبادا رو شکم بخوابه، به تو فشار بیاره. گشنه میشد، تشنه میشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همینجور تو شکمش میچرخید. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدون که در بینیش بگیره. حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن دلشون نازکتر میشن، کمبود بیشتری احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی اجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میامد، چشمش اینطور سرخ میشد، جانش بالا نمیامد، روحش در نمیامد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که مادرش نفرینش کرده. مادرش طلبید، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم حلالش بکن. گفت نه نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد با پیرزن، دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید، آتش زدن. پیرزن حالا مات شده بود، آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر نه،
دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چیکار میخوای بکنی؟ اول سکوت بود. آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چیکار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید بره تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش. همین کار ملائکه میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یک پارچه خودش فراموش کرد، محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچه‌ش تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. چند بار به مادرت گفتی ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر الزمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها هم طورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد گفت انت و مالک لبیک، اذهب، دیگه از این حرفا نزن، تو و مالت مال باباته. وقتی به دنیا آمدی ساعت هم سر مچت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی، حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده. تو چه کاره هستی اصلا؟